فهمیدم. خوب، ولی از من چی میخواهی؟ در اول در دست 5 نفر می شود. پنج نفری که من انتخاب کردم اینها می باشند. شما چی میگویید؟ یعنی این بچه ها خوبند، باورینو هستند، همه‌شون کارشون رو میدونند. شما چی فکر دارید؟ با ما گپ زنید. گوش کنید، این بچه ها خوبند، ولی من از آنها بهتر آدمان رو میدونم. تمامی منبع ها رو دیده بر اومدم، از این 5 نفر بهتر رو نیفتم. درست، چون که افسوس آدمانی از کار رفته را از منبع میبردارند. چی فکری که دارید؟ روی راست گپ زنید. اگر شما آدمانی را میجویید که سلاح را نقض استفاده برده و ناترس باشند، این انتخاب درست است. ولی برای وطن و ملت، برای مردن آماده باشند، من آن وقت دسته یکم میگویم. درباره آنها شنیدم، ولی با آنها کار کردن خودکشی است. خانم عایشه گل، شما آنها را میشناسید؟ شخصا نه، در تلویزیون دیدم. وقتی که دیپلمات خارجی را کشتند چند روز نشان دادند. بعد حمله به کنسولگری هم. یعنی به فکرم جناب مدیر به ما کمک کرده نمیتوانند. با اجازت شما سردار. لبای. بله. دههای پایرز؟ شد. نیم ساعت. ما را انتظار شوید. رفیق سردار، حاضر زنگ زدند. یکی از آدمانی که جستجو داریم در دههای پایرز بودند. شد، فورا برایم. عایشه گل، شرمنده نکن. دوستان، بینید این شب در خانه چی افتاد؟ کنی بینه. باوری آدم نمی آید که او مرده است. گویا همش دینه بود. ای عارف را بینیدن؟ پهلوان. از اکای عارف یکون خبر هست؟ توبه. شاهین، تو به فکرم خبر داری؟ نیزداری رقم تلفن را دیگر کرده است. در یک ماه 1 بار زنگ میزند، 1 دهان گپ میزند و میکشد. دوستان، مورم هم به جنازه ما نمی آید. چرا این خیر شدن؟ اکا هم میدانید برای وظیفه، وطن، خدمت از همه بالا بود. این را هم از دستش گرفته. دوست داشتهش سومن بود، او هم شهید شد. جایش جنت شود. چی علاج؟ من او رو میدونم بچه ها. حاضر به سرش بلا میچوید. یک تیر باشد و از دلش زده گذارد، گفته در جستجو است. برای مردن بهانه میجوید؟ بله همینطور. 1 چند بار زنگ زد. سخنش ساخته بود، گویا که از کاغذ میخواد. ای حریف، ما را تنها ماندی، گم شدی. کجا گم شدی خدا میداند. Oy benim sevdiceğim oy, olur mu böyle keder? Ofsur menne yaylası da
15 doktora bedel Hopsürmene yaylasında 15 doktora bedel Araklı'dan Yomra'dan oy gel gidelim pazara Ben pazarda duramam oy beni Rize'ye ara Ben pazarda duramam oy beni Rize'ye باز به فکر فرو رفتی تا حال از من رنجیده ای 6 ماه گذشت تا حال نبخشیدی تو را نجات داده گناهکار شدم مگر رئیس شما حس نمیکنید که حتی نفسگیریتان گناه است نه حس نکردم اما من حس کردم برای همین وقتی که تو را یافتم در بدنت 3 تیر بود شما چرا مرا نجات دادید؟ آخر من نزدیک شده بودم من چیکار کنم؟ همه کار وقت و ساعت دارد وقتش نآید هیچ کار کردن نمیشود من این رو هیچ نمیفهمم گویا که باری تمام دنیا در کیک آنها باشد تو کاردار نشوی استوری به همین هم یک موسیقی می نوازی که علم ما زیاد می شود گریه نکننده کمی خندان دلمان شاد شود شد رئیس حاضر دلکتون رو شاد میکنم Yazı yazarım yazıda balığın kanadına Gel edelim sevdalıkta reisin inadına Can Ben geldim köyünüze de köyünüz karamışlık Olma diye demedim de mollalan arkadaşlık Ben geldim köyünüze de köyünüz karamışlık Olma diye demedim de mollalan arkadaşlık Mollalan arkadaşlık Mollalan arkadaşlık استوری رئیس این ماهی را گرفته بد در طرف خانه انتظار رئیس به من دهید من در آن طرف کار دارم کاردار نشو استوری میبرد به من دهید رئیس به من دهید رئیس از من گفتن بسیار زندگی نمیکنند نمیبینی هر روز در جستجوی مرگ خودش هست از دهانت یک سخنی نت نمیبرد استوری دهانی تو از پسی کارت جو مالش رئیس شد در آنجا چند نفرن نمیدونیم همه با دقت باشد 2 کس از پیش 1 کس گرد و اطراف را نظارت میکند 2 کس از قفا در یک وقت میدروید فهمیدید؟ فهمیدید با پیش کار بکنید بچه ها بازی دارم اکا 3 گل زدم آفرین بر شما آفرین دوام آهیزتر خواهر تو پیشت را نگاه نمیکنی اینجا رو فوراً باید ترک کنید چرا؟ اینجا رو سیل میزند مگر عملیات داریم زد و خورد سلاحی میشود زود از اینجا گم شو از اینجا رو گفتم با تو ما رو ایهاته کردن تسلیم نمیشویم شما را بکشم از همین زود در بچه ها گوره زدند اینجا این رو باید من میگفتم عملیاتی گفتند همین است دمت رو گیر
از آمدنمان خبر دارم. تپانچه‌ات را به من ده. چی؟ تپانچه‌ات را به من ده بگویم. و برون نبرایید و درون در آمدن آنها را انتظار میشویم. از خفتو کس می آید. ببراید. آرام باشید. مانلکی در آید. جایهای خود را اشغال کنید. احمد خوب هستی؟ احمد یاری دید مرا نشنوید. احمد تیر خورد. مرا نشنوید. ای وقتی بیرون شدن اشتایان. خوب هستی؟ احمد تیر خورد. یاری دید. شد را میگیریم. زخمی تو چی تم؟ نه خوب نه. همه با خفا گردن. کمک انتظار میشدیم. شد فهمیدم قفا میگرده. تا انتظار یاردم شدن آدم ها گریخته میروند. من میتوانم که به درون دارم. مرا گوش کن. تو دیوانه هستی؟ اگر نیکی کردن خوی به یاری تجلی زنگ زن و دیگر چیز کاردار نشد. اینقدر زود پای بودن نمیتوانستند. عمیق ما رو انتظار بودن. احمد به ما جواب نمیدهد. با فکرم زخمش وزنین است. اکنون چیکار میکنه؟ فوراً در آمدن نکن. نه یاردم انتظار میشوه. وقت نداریم. یاردم انتظار شده نمیتوانیم. همه خاموش. خداوندا این دفعه شهید شدن ها نصیبم کردم. ایستا دیوانه شده ای. این کی؟ از کجا برآمد؟ نمیدانم. ولی سلاح دارد. نایست پرانه کشد. برگرد. اکا یاری گونه چه حال داره؟ زخمت چی طور است؟ خوبم اکا هیچ گم نه. تو در اینجا چیکار میکنی؟ تقدیر خدا مرا به اینجا آمد برادر. دیوانه شدی؟ چیکار میکنی؟ تو را کشته میتوانستم. در راه حق شهید شدن شرف است. مرا گوش کن. خودکشی کردن خواهی از کپرک خود را پرتاب. اینش خاصیمان است. گونه در درون چند نفر است؟ نمیدونم. بایلش مرا حمایه کنه یا اینکه حمایه نکنه فرقی ندارد. میآید چیکار بکنه؟ کمو گردید همه پنهان شود. نه از پیش باز میگیریم. با کجا میروی؟ تو کی هستی؟ و یکه یاریم سردار دسته یکو. یعنی عارف امیر تو هستی؟